بله سلام علیکم. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید بیننده گیرم. خوب هستید استاد؟ خسته نباشید استاد بزرگ. سلامت باشید. الله مطال حفظتون کنه. تشکر میکنم از برنامه زیبای آن روی تکه، برنامه پرطرفدار و پربیننده شما. جد عزیزانی داره زحمات شما و کل تیم وصال حق. و تشکر میکنم از مدیریت عالی شما در کانال و زحمات شما در جهت تهیه و ترتیب برنامه‌های زیبایی که تقدیم بیننده‌ها کردید و به خصوص برنامه‌های زیبای وصال عزیز در طول ماه مبارک رمضان که واقعا عالی و آموزنده بود. و تاثیر برنامه‌های زیبای وصال عزیز به خصوص در فضای معنوی ماه رمضان بیشتر میشه. شاید وصال حق در دید بسیاری از افراد فقط یک رسانه توحیدی باشه، اما برای من یک مکتب هست و هر برنامه به منزله یک کلاس درس. تشکر میکنم از همه اساتید بزرگوار و کارکنان بزرگوار وصال حق و من هر فرصتی که پیدا میکنم از برنامه زیبای سفر آخرت تشکر میکنم و واقعا قابل ارج هست زحمات این اساتید بزرگوار که در تهیه این برنامه زیبا زحمت کشیدن. الله متعال زحماتشون رو به میزان خالص حسناتشون بیفزاید و به خصوص جای تشکر داره از جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری و جناب مولانا عبدالقدوس دهقان. زحماتشون واقعا در ماه مبارک رمضان جای تشکر داره. جزاکم الله خیرا. در آخر من متاسفانه به کلاس اسم نرسیدم، در از آخر برنامه رو دیدم. بنده تشکر میکنم از استاد سلیمانی بزرگوار از زحمات مخلصانه ایشون در مسیر حفظ قرآن که واقعا صبوری میفرمایند و در این کلاس زحمت میکشن. الله متعال پاداش خیر نصیبشون کنه. آمین آمین. تشکر خواهر گرامی. مریم از ایران. زنده باشید.